دوستان سلام، حال احوالتون خوبه؟ امشب میخوام از مصیبت برجام براتون بگم. از قوز بالاقوزی که دلواپس و دلارام رو به پت پت انداخته، از وضعیت بنبست تو بنبست. وزارت خارجه فرانسه گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی باید تمامی اطلاعات مربوط به سوابق اتمی رژیم ایران را از جمله اینکه روی تسلیحات اتمی کاری انجام داده یا خیر با جزئیات ضروری ارائه کند. فرانسه نگران است که مبادا به موضوع سابقه اقدامات اتمی رژیم به درستی پرداخته نشده باشد. بله، قضیه از این قراره که هم آژانس هم آمریکا زیرا به توافق پنهانی با آخوندا رو زدن و جفتشون گفتن خبری از بستن پرونده نیست. حالا هم که فرانسه وارد شده و میگه باید تحقیق بشه ببینیم آخوندا واقعا دنبال بمب اتم بودن یا نبودن. این یعنی که گردن عظما همچنان زیر تیغه. آژانس هر بار این تلاش ها را عملاً بی نتیجه گذاشت و با تکرار اتهامات گذشته حاضر نشد اصطلاحاً شمشیر PMD را از بالای سر ایران بردارد. ای خاک الان بر فرق عمامه عظما که رفت پای این برجام تا طناب تحریم رو از گردنش باز کنه، اما حالا شمشیر PMD هم بالای سرشه. خب دیگه چوب و پیاز یعنی همین دیگه، مگه نه؟ سناریو درباره فرجام PMD: لکه فنی با آب سیاسی پاک نمی شود. برنامه ریزی شده است که در سطح فنی پرونده PMD باز بماند و در یک سطح سیاسی نه اینکه پرونده مختومه اعلام شود بلکه صرفاً ادامه بررسی آن متوقف شود. اجرای کامل نقشه راه آژانس و مواجه شدن با یک گزارش چند پهلوی دیگر درباره PMD آیا مصداق هم چوب و هم پیاز را خوردن نیست؟ میگه بابا اینا قضیه رو فنی کردن. آخه با زد و بند که نمیشه لکه فنی رو مسماری کرد. حالا اگه آخوندا قاطی کنن و زیرا به برجامو بزنن، اون وقت باید برن تو کار شاخ به شاخ شدن با دنیا و تشدید تحریما و خلاصه آخر بدبختی. اگه هم بخوان کوتاه بیان و هیچی نگن، اون وقت چوب و پیازه. البته یه گزینه دیگه هم پیش پای عظما هست، اونم کنار رفتن از پشت بشاره گردن درازه. در هر حال هر کاری کنه بازنده است. اگر ایران واقعاً خواهان دوام برجام است، شاید بهتر باشد به تلاش‌های بیشتر در این مورد ادامه داده و رایزنی و مذاکرات با تمامی طرف‌های مذاکره و حتی آژانس را در دستور کار قرار دهد تا دیگر هیچ بهانه‌ای در دست آنها برای به انحراف کشیدن پرونده هسته‌ای به وجود نیاید. اینم از پیشنهاد جام زهری ورق پاره های کوسه. اون میگه بابا نارو بهمون زدن، کلا سرمون گذاشتن. میگه باید بریم رایزنی کنیم. آره دیگه، خاصیت زهر همینه دیگه، فشل میکنه، از تک و تا میندازه، اسیر میکنه. داستان همون اره‌ایه که آخوندا روش نشستن و راه پس و پیش ندارن. شبتون بخیر.